الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم هموطنان محترم و برادران عزیز. خداوند را سپاس و شکر میکنیم بر اینکه دوباره من و شما را وقت داد، تن صحت داد، در برنامه آنلاینی اینترنتی از مرکز اسلامی با شما هستیم و در این روزها و در فضیلت دهه ماه ذوالحجه و در باره این فریضه الهی حکمت حج ما با شما صحبت داریم و رقم های ما در برنامه گذاشته شدگی هست و در تماس باشین، ما در پاسخ با شما هستیم. خداوند منان را شکرانه میکنیم بر اینکه برای بندگانش موسم های گذاشتگی هست که در اون موسم ها خداوند بندگانش را امر میکند و پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکند که این روزها روزهایی هستند که بندگان خدا میتوانند با خداوند نزدیک شوند. یکی از اون روزها و از اون عبادت های موسمی دهه ذوالحجه، ماه مبارک ذوالحجه است که از نامش معلوم است که ذوالحجه یعنی ماهی که در این ماه حج هست، حج انجام می شود. بنابراین برادران عزیز، اگرچه در قرآن عظیم و شان و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نظر بکنیم، فضیلت زیاد در این دهه روزهای ذوالحجه میابیم که برای اون انسانایی که قدرت پیدا نکردن و راه یعنی مؤونت راه را نداشتن، دارایی مال راهگیرای حج را نداشتن و خداوند اونها را لبیک نگفت، امسال میتوانند که در خانه نشسته با این اعمال چنگ بزنن و اونها بسا اجر و پاداش زیاد میگیرند. خداوند به این روزها در قرآن عظیم و شان قسم میخورد و الفجر و لیال عشر. شما ببینید، یعنی قسم به فجر و اون 10 روز. در تفسیر ابن کثیر از عبدالله ابن عباس روایت میکند که مراد از این که امروز ما در روز اول ماه ذوالحجه قرار داریم. امروز روز 28 روز چهارشنبه اول ماه ذوالحجه داخل شد. و برادران عزیز، در دیگر جای قرآن وقتی که درباره حجاج الله رب العزت صحبت میکند، میگه لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. یعنی اون حاجی هایی که در حج هستند منفعت های خودشان را مشاهده کنند و در ایام معلومات که عبدالله ابن عباس میگوید که ایام معلومات در همین 10 روز ذوالحجه است. میگه در این 10 روز ذوالحجه خداوند را ذکر بکنند. بنابراین در حدیثی صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که ما من ایام احب العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الایام ای من 10 ذی الحجه. وقالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این حدیث در ابو داود، در بخاری و در دیگر کتاب های احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد می شود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که هیچ روز عمل صالح محبوب در نزد خدا از این 10 روز نیست. اون علمین 10 روز ماه ذوالحجه است. 10 روز ماه ذوالحجه است. حتی شما ببینید که صحابه کرام پرسیدن که ولی الجهاد، یعنی روزه داشتن، نماز خواندن، قربانی کردن، صدقه کردن، ذکر، تسبیح و تحمید و تحلیل گفتن افضلتر در این روزا افضلتر از جهاد است در راه خدا. پیامبر گفت که ولل جهاد، یعنی از جهاد هم افضلتر است.
مگر این مردی که با مول و پولش بر آمد و دیگر برنگشت. یعنی دوام حدیث بر این اشاره میکند. اما امروز ما صحبت در اون موردی میکنیم که در اینجا دو صاحب شریعت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره میکند با دو عمل در این روزها که هر دو اینها در حدیث صحیح ثابت شدند که از جهاد در راه خدا افضلند. یعنی تسبیح گفتن، تحمید گفتن، تحلیل گفتن، صدقه کردن، روزه داشتن در این روز که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از جهاد در راه خدا افضل است. یا در روایت عایشه ثابت است در حدیث های صحیح که گفتن که آیا جهاد افضلی عمل نیست که الله نجاهد، آیا جهاد نمی کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت افضل منه حج المبرور، حج مبروری که در اون فسق و فجور و جنگ و جدال نباشد، اون حج بهتر از جهاد در راه خدا هست. یعنی امروز ما برادران عزیز بر این ها اشاره میکنیم. پس اون برادرانی که میخواهند اعمال صالح انجام بدن و پیش خدا مقام منزلت پیدا کنند و گناهانشان بخشیده شود، در این دهه ذوالحجه این را استفاده کنند. حتی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عرفه را در حدیث مسلم در روایت قتاده، ابی قتاده رضی الله تعالی عنه روایت می شود که سئل النبی صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم العرفه، یعنی پیامبر خدا را از روزه داشتن روز عرفه پرسیدند، یعنی روز نهم ماه ذوالحجه، روزی که حاجی‌ها در عرفه هستند. در اون روز پرسیدند که آیا اون چی فضیلت دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که قال بأبی و امی و روحی، یعنی قسم به پدر و مادر و روحم. به همه اینها پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کردن، گفتن یکفر سنة الماضیه و الباقیه، یعنی اون یک سال گذشته گناهانش را میبخشاید و یک سال آینده آمدگی را گناهانش را میبخشاید، یعنی روز عرفه. بنابراین در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره هست، خوشخبری هست برای آنانی که نتوانستند در عرفه در این حج شرکت بکنند، این روز عرفه را روزه بگیرند، یک سال گذشته و سال آینده خداشون را گناهانشون را ببخشایند، با اخلاص و للهیت با بندگی روزه بگیرند. و در این دهه ذوالحجه بسیار چیزهای هست. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که پاکترین روزهایی که در اون روزها صدقه میکنید این روزهای انمین 10 روز ماه ذوالحجه است. با اتفاق علما این 10 روز در پوره سال از همه روزها فضیلت و با مرتبه هست. و هر عمل نیک، صدقه کردن در این روز، نیک گفتن، دست یتیمان و مسکینان را گرفتن، نیکی کردن با پدر و مادر، نیک و خلق احسان، حسن خلق داشتن در میان مردم و روزه داشتن. خصوصا در احادیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که هر روز از این 10 روز ذوالحجه یکفر السنه، یک گناهان یک ساله را میبخشاید نزد خداوند. بنابراین این دهه ذوالحجه را باید قدر و قیمت کرد. خداوند در قرآن عظیم الشان با این 10 روز قسم میخورد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح البخاری با روایت ابن عباس این پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که هیچ روزهای عمل صالح دوست داشته‌تر نزد خدا نیست مگر در این 10 روز ذوالحجه. و رو گفتیم و روز عرفه اگر روزه بگیرن، در اینجا یک اشاره باید بکنیم که حاجیانی که در عرفات هستند اونها را روزه نداشتنشون افضل است، چون که اونها در مقابل اینکه تسبیح و تحلیل و تکبیر میگویند در اونجا با دعا مشغولند، با عبادت که از مینا به عرفات، از عرفات به مزدلفه و از اونجا با رمی جمرات که با سنگزنی شیطان میروند، با اون قدرت و توانی که دارن اون رو باید حفظ بکنن. روزه نداشتنشون افضل است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کان یوم العرفه
مفطرا، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روز عرفه روزه نداشتند، روزشون خوردگی بودن در روز عرفه. و شما میدونید که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول عمرشون یک بار حج کردن به نام حجة الوداع. حجة الوداع و گفتیم دیو موضوع ما درباره حج هست و در این باره باید ما شما صحبت کنیم. برای چی رو حجة الوداع میگویم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حدیث ثابت است که گفت که لعلی لا القاکم بعد عامکم هذا، یعنی شاید من سالهای بعدی دیگر شما را ملاقات نکنم، بنابراین این حجة الوداع شد. یعنی پیغمبر اصحاب کرام را وداع گفتند، امت مسلمه امت مؤمنین را وداع گفتند در اون حج. با 10,000 صحابه با 9 همسرش یک بار حج فرضی کردند. با اتفاق علمای مسلمین اون در 10 هجری بود، در سال 10 هجری و 4 عمره کردن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. همه عمره هاش قبل از این حج فرضی بودن و هر 4 عمره ها در ماه ذوالقعده یعنی پیش از ماه ذوالحجه صورت گرفتگی هستند، در اون ماه ذوالقعده بودن. و چیزهایی که در اینجا باید گفت، شما ببینید هر یک عملی که برای بندگان خدا در اسلام مشروع می شود، دو انسان قول اونها، دو شخص، دو ذات قول اونها شریعت است، یکی خدا و دیگر رسول صلی الله علیه و سلم است. و خداوند میگوید که برای اونانی که حج میکنن اتیم الحج والعمره لله، یعنی حج و عمره رو از برای خدا شما انجام بدهید. علما میگن لله، همین لفظ رو خداوند در قرآن نه در روزه استفاده میکند، نه در زکات استفاده میکند، نه در نماز استفاده میکند، خاص حج میکند. چون که حاجی ها از خانه خود هجرت میکنند به یک ملک دیگره، با یک سرزمین واد غیر ذی زرع. خداوند میگوید که یک وادیه که هیچ زراعت در اونجا نیست، یعنی هیچ درخت سبز در اونجا نیست، همه سنگ و سفال هستند، جز آب زمزم دیگر در اونجا آب نیست. در اونجا سفر میکنن و از اونجا بنابراین عبادت های بدنی داره مثل نماز، عبادت های مثلا روزه، عبادت های مالی داره مثل زکات، و حج عبادت هست، عبادت مالی و بدنی. بدن انسان از اینجا انتقال میکند به اون مکه مکرمه، از اونجا به مینا، از مینا به عرفات، از عرفات به مزدلفه. برای همین میگه اتیم الحج والعمره لله، یعنی درباره انجام دادن این دو عمل، ادای حج و عمره، شما چیکار بکنید؟ شما لله یعنی اخلاص را مد نظر بگیرید. علما میگویند این تعبیر خاص برای حج استفاده شد در قرآن به خاطر اینکه بنده در این عمل با اخلاص باید باشد و در اینجا فرصت ها باشد ما تلفن ها رو میگیریم و حدیثی ثابته که در این اعمال که حاجی چی اجر و پاداش دارد وقتی که طواف خانه خدا میکند، وقتی 2 رکعت نماز در مقام ابراهیم میخواند، وقتی صفا و مروه میکند، وقتی سرش را میتراشد، وقتی جمره عقب یعنی رمی جمرات میکند، سنگ با شیطان ها را میزند و در عرفات در اونجا میرود دعا میکند و طواف آخران فرضی را میاد انجام میدهد. از دیدگاه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای شما ما بیان میکنیم که بسا اعمال با فضیلت و بالای هست حج انجام دادن در راه خدا. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. باید جمله از سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما. فضیلت 10 ذوالحجه بیشتر است یا ایام ماه رمضان؟ سلامت باشید. یعنی روزهای ایام رمضان فضیلتش زیادتر است یا این 10 روز ذوالحجه؟ سلامت باشید. طواف چند نمود میشود؟ طواف چند نمود میشود؟ چند نمود میشود؟ سلامت باشید. برادر عزیز 2 سوال داشتن در اینجا. اولین سوال این بود که آیا شما ببینید سوال با مورد است چون که در موضوع ما هست، آیا این 10 روزی بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا جان همین
اید کایده میشه کدام روز میشه میبخشیده که امروز روز اول ماه مبارک ذوالحجه هست. 10 ذوالحجه روز عید است، یعنی از لحاظ حساب خودمان 6 ایون روز عید میشد ان شاء الله. رحمت سلامت باشید. برادر عزیزمون سوال کردن که این 10 روز صدقه کردن، روزه داشتن، نماز فرضی و نماز نفل خواندن زیاد، آیا این 10 ذوالحجه فضیلتش زیاد است یا روزهای ماه مبارک رمضان که در اون فرض روزه هست؟ بیشک علما بر این مسئله تقریبا اتفاق هستند که این 10 روز ذوالحجه روزش فضیلتش بالاتر از اون روزهای ماه مبارک رمضان است. در این شکی نیست. البته شب قدر از شبهای 10 ماه ذوالحجه فضیلت دارد، فقط شب قدر. اما این 10 روز ماه ذوالحجه، من حدیث پیامبر را از صحیح بخاری برای شما خواندم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در این 10 روز روزه داشتن، عملی صالح کردن از جهاد کردن در راه خدا فضیلت دارد. دو عمل در اسلام بیان میکند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که اونها از جهاد در راه خدا فضیلتشون بالا است. یکی همین عمل صالح در همین 10 روز ذوالحجه که امروز در روز اولش قرار داریم و دیگر حج مبرور. این دو عمل از جهاد کردن در راه خدا فضیلتش بالا و برتر است. و سوال دومی که این برادر کردن این بود که ما چند نمود طواف داریم، یعنی البته در اعمال حج، چون که موضوع دومی ما موضوع حج است، حکمت های حج هستند. بنابراین من فریضه حج رو بیان کردم، فرضی ادا کردن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو بیان کردم، چون که موضوع دومی ما این هست. برادران عزیز، طواف می شود طواف ودا که حاجی بعد از انجام کردن حج این واجب است برای اونهایی که اهل مکه نیستند. یعنی طواف ودا میکنن، با عشق و 2 رکعت نماز میخوانن، برمیگردن. این آخران طواف است. و طواف افاضه، طواف حج فرضی که وقتی حج را انجام میدهند، بعد از اینکه اونها سنگ میزنن، میآیند، قربانیشان میشود، مویهای سرشان را میگیرن، همین طواف را انجام میدن. طواف افاضه میگوییم در حج فرضی. و طواف قدوم که حاجی وقتی که در مکه مکرمه میرود طواف قدوم انجام میدهد. این طواف ها هستند در اعمال حج. و برادران عزیز باز درباره عید پرسیدن از ما. البته عید قربان در جهان اسلام در 10 ماه ذوالحجه گرفته می شود و در ماهای ما 6 ایون راست می آید، یعنی روز 6 ایون تقریبا روز جمعه روز عید قربان می شود. و برادران عزیز موضوع بعدی انشالله در برنامه آنلاینی اینترنتی استاد سید مکرم عبدالقادر زاده با شما هستند و خصوصا درباره موضوع عید، درباره موضوع قربانی با شما صحبت خواهند کرد. اما امروز ما در اعمال ماه 10 ذوالحجه و در اعمال حکمت های حج پیامبر صلی الله علیه و سلم، حج اسلام، حج مسلمین صحبت میکنیم. برادران عزیز، و آن حدیثی که من گفتم برای شما برسانم حدیث صحیح و ثابت است. در اونجا حکمت های این اعمال را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت میکند. عبدالله بن عمر میگوید که یک روز من با پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد مینا نشسته بودیم و 2 مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدند. یکی از قبیله انصار بود و دیگر از قبیله ثقیف. میگه اینها پیش پیامبر خدا آمدن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را گفتن ما سوال داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این از نشانه های نبوت هست که اونها معلم دین امت اسلام یعنی جهان بشری هستند، اونها دارای معجزه هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر روایت میکند که با هر دی اونها گفت که آیا من شما را خبر کنم با آن سوالی که شما میخواهید از من بپرسید، یا اینکه شما خودتان اون سوال را از من میپرسید؟
میگه این یکی از قبیله انصار بود. اون بنی ثقیف را گفت که اون یکی از قبیله ثقیف بود، گفت بپرس. پیامبر صلی الله علیه و آله را اون مرد از بنی ثقیف از قبیله ثقیف گفت که نه خودت جواب بده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله را گفت که شما خبر کنید، یعنی اخبرنا یا محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را گفت که شما از اینکه از خانه‌تون برآمدین به مکه آمدین، شما سوال کردنی هستید که آیا ما چی اجر گرفتیم، یعنی در این راه چی اجر گرفتیم با آمدنمان به سوی خانه خدا برای حج، و آیا ما طواف میکنیم، 2 رکعت نماز بعدی طواف میکنیم، در اون 2 رکعت برای ما چی چیز هست، ما دارای چی اجر و پاداش ثوابی هستیم. و شما سوال میکنید درباره طوافتون در صفا و مروه که بعدی صفا و مروه انجام ما چی اجر و پاداش میگیریم. و شما سوال کردنی هستید درباره اون سنگ هایی که شیطان رو میزنید چه اجر و پاداش میگیرید. و شما سوال کردنی هستید در وقوفتان بر عرفه، عشی العرفه، یعنی اون بیگاهی که در عرفه میستید در اونجا چه اجر و پاداشی برای شما هست. و شما سوال کردنی هستید که وقتی موی سرش را حاجی میتراشد در اون چه اجر و پاداشی برای ما هست. از این سوال ها شما پرسیدنی هستید. و بعدا پرسیدنی هستید که طواف فرضی که طواف افاضه گفتیم در جواب پاسخ سوال اون برادر، در اون طواف برای ما چه اجر و پاداشی است. آیا شما این چنین سوال ها را از من کردنی نیستید؟ اونا گفتن که صدقت یا رسول الله، قسم به الله ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، شما راست گفتید. ما حتما هر دوی ما اتفاق بر همین بود که این گونه سوال ها را و این پاداش و اجری که الله تعالی برای ما گذاشته در این اعمال ها از شما بپرسیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که شما ببینید شطور، یعنی اون راحله، اون سواری که شما سوار شدید، قدمی که برداشت در راه خدا گذشت، به هر قدم گذاشته اون لکم حسنه، برای شما نیکی نوشته شد، و حط عنکم خطیئه، و یک گناه از شما خط زده شد. در روایت دیگر در همین قصه، در همین سوال و جواب پیامبر با این دو مرد میگوید و رفع عنکم درجه، و یک درجه برای شما بلند برداشته شد. در هر قدم اون راحله، یعنی حاجی های سفر میکنند، در هر چرخ زدن ماشین و سواره اونها، در اون هر چیزی که اونها میروند حسنه بر اونها نوشته می شود و گناه از اونها خط زده می شود در راهی که آلی به طرف کعبه دارند می روند. و اون 2 رکعت نمازی که شما میخونید، 2 رکعت نمازی که شما میخونید بعد طواف، عتق من اولاد اسماعیل، یعنی لکم ثواب و عتق، یعنی برای شما ثوابی آزاد کردن غلام از فرزندان اسماعیل علیه السلام نوشته می شود. یعنی اون 2 مرد را پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه جواب دادند و گفتن اون صفا و مروه که شما میکنید برای طواف، یعنی رفتن و سعی کردن میان صفا و مروه شما، خداوند در نامه اعمال شما آزاد کردن 70 رقبه، 70 غلام را گویا آزاد کرده باشه. یعنی به هر رفتن شما 10 غلام نوشته میشه در نامه اعمال شما که شما 70 غلام آزاد کرده باشید وقتی که شما صفا و مروه میکنید. وقتی که شما اون سنگ هایی که شیطان را میزنید، به هر یک سنگ شما یکفر کبیرة موبقه، گناهان کبیره شما از نامه اعمالتان خط زده می شود که مستحق عذاب بودن در روز قیامت. این گونه ثواب دارد. و شما وقتی سرتان را می تراشید، با تراشیدن هر موه از موی سر شما گناه از شما خط زده و ثواب برای شما نوشته می شود.
به تار هر موی شما. و شما گفتن وقتی در عرفات قرار میگیرید ینزل الله الى السماء دنیا، الله تعالی به آسمان دنیا می آید و ملائکه ها شما را همه گرد و بر شما ملائکه ها می گیرند و الله تعالی می گوید که ای ملائکه های من، اینهایی که در عرفات در این کوه در این بلندی قرار دارند به خاطر رحمت من الله جمع شدند، قد غفرت لهم، همه اینها را من بخشیدم. میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم در این جواب این انصاری ها میگوید و اینها گوش میکنند با این حدیث. این حدیث در طبرانی، در کبیر و در بزار این حدیث در ترغیب و ترهیب ذکر می شود و سند این حدیث هم صحیح است. خوش به حال آن حاجیایی که در این مقام و در این سال در اونجا هستند و خدا کند که همه ما در اونجا حاضری پیدا کنیم. و حتی در دوام این حدیث میگوید که من مغفرت کردم آنانی را که در این عرفه به خاطر رحمت من الله جمع شدند و برای آنانی که شفاعت میکنند. بنابراین از حاجی ها دعا طلب میکنیم که در عرفات دعا کنند برای ما. سوال رو بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. بله. یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما را. شما در برنامه آنلاینی اینترنتی هستید. همو هر سال باید قربانی کردن میرم. سلامت باشید. یک کسی حج عمره بکند باید هر سال قربانی واجب میشه در اون. همین سوال. یک نفری که حج تبدیل میکنه میبید یک خونه فطور اولاد باید هر تیمو عبید عادل قربانی کنه مثلا کسنا بس یک میکنه. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر عزیزی ما حدیث از یاد ما نبراید. اخیران جمله حدیث را من میگویم در پاسخ با سوال این برادر هستید. حتی میگوید در این حدیث که و آنانی که در این عرفات حاجی‌ها برای آنها شفاعت میکنند اونها را هم بخشیدم. و میگوید برای اون دو مردی که از انصار و از ثقیف بودند میگوید و طواف شما بعد از ادای این اعمالی که کردین طواف خانه خدا میکنید، خداوند ملکی را میفرستد و اون ملک دستش را در کتف این حاجی میگذارد، میگوید اعملوا ما تستقبلون، عمل بکن، صالح عمل کن، آن چی که تو در آینده روبرو میشوی. قد غفر ما مضی، آن چی که در عمرت گذشت همه را خداوند بخشید. این حکمت های اون اعمال حج هستند، اون اجر و پاداش ایام حج هستند. خوش به حال اون کسی که حج میکند و این فریضه الهی را ادا میکند. خدا کند که همه فرزندان ملت اسلام و خصوصا ملت تاجیک ما را، تاجیکستان عزیز ما را قدرت پیدا کنند این اعمال را انجام بدن در حیات زندگی. و این برادری که سوال دادن درباره اینکه میگوید بعضی ها میگویند که کسی عمره بکند هر سال باید قربانی بکند. شما ببینید عمره کردن و یعنی حج کردن وابسته به استطاعت دارایی انسان است. در طول زندگی علما فقها گفتن که یک بار عمره کردن واجب است، یک بار، و اکثرش بر همین هم قائل نیستند که عمره واجب است، عمره سنت است. اما کسی عمره کرد، دارایی پیدا کرد، رفت عمره کرد، آمد، اگر دارایی داشته باشد قربانی میکند، نداشته باشد نه بر ذمه خودش قربانی واجب است نه بر خانواده‌اش. و یک چیز دیگر در میان مردم ما هست، خصوصا این یک چیزی هست که دینی نیست. مردم میگن که یک سال قربانی کردی هر سال بر ذمه تو دیگه قربانی واجب است. این غلط است. این مسئله این خیلی نیست. قربانی واجب می شود برای انسانی که وی سالم است، آزاد است و در روزهای عید غنی هست، بای هست، دارا هست. و اونی که حج عمره میکنه، اونی که یک سال قربانی کرد، هر سال قربانی بر ذمه واجب نیست. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بله گوش میکنم شما رو. این آدم قرضدار حج رفته میتونه؟ آدم قرضدار حج رفته میتواند یا نه؟ آه. سلامت باشید. سوال دیگری باشد. سوالی هست دیگه داشتیم؟ اها. آیا در حج بدل عمره نفلی کردن درست است؟ در حج بدل اما انسانی که حج بدل انجام میدهد عمره نفلی کردن میتواند یا نه؟ آه. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر ما سوال میکنن که آیا انسان قرضدار، شما یک چیز اهمیت بدین در زمان ما، این یکی از مسائل مبرم روز هست، یعنی مردم با این چیز مبتلا هستند و اکثر حاجیایی که در حج هستند قرضدارند. شما ببینید این میگه که آدم قرضدار میتواند که حج بکنه. شما ببینید اگر شما قرض را از کسی گرفتید که اون انسان شما را قرض داد و وقت گذاشت و خودش هم داراییش چندان نیست، خودش تجارتش چندان نیست، داراییش چندان نیست، در این صورت حج کرده شما حج مبرور نیست. اگرچه از ذمه شما حج ادا میشه، اولی فرض و واجب برای شما است که اون قرض را ادا بکنید. اما اگر اون قرض گرفته شما از کسی هست که میگوید که برادر من تجارت دارم، داراییم هست و به سهولت زندگیم و روزگارم رو پیش میبرم و شما را قرض حسنه دادگی است، قرض بی ریبا بی سود دادگی هست و شما در این صورت میتوانید که قرض دارم که باشید حج بکنید. این هست. اما اگر اون قرض دهنده قرضش رو داره سراغ میکنه، زنگ میزنه، نمره اون رو شما نمیگیرید و اون با چند کس پیام روان میکنه و اون قرض گرفته شما دارای پرسنت ریبا هست، در این صورت شما در این حجتون هیچ ثوابی نمیگیرید. فرض اولی و واجب اولی ادا کردن همون قرض است. و سوال دومی که این برادر از ما کردن درباره حج بدل بود. حج بدل حجی هست که مثلا یک انسان بیمار است، دیگر قدرت بر حج کردن ندارد دیگر توان و سلامتی که حج فرضی بر ذمه‌اش فرض است ادا بکند، یا اینکه پدر ما مادر ما گذشتگان ما حج فرض بر ذمه‌شون از دنیا گذشتند، اونها باید وصیت بکنن ای ثلث مالشون حج بدل بکنن. وصیت هم که نکنن، وارثین اگر کسی بخواهد از پول خودش میتواند حج بدل انجام بدهد یک آدم دیگر. البته یک شرط دارد که اونی که حج بدل انجام میدهد از یک انسان بیمار یا یک انسانی که از دنیا گذشته است، حج فریضه اون رو حج انجام میدهد، از تن او امیر را حج بدل میگویند، این حج بدل کننده باید حج فرضی خودش را ادا کرده باشد. این یک مسئله. دو مسئله، اون وقتی که اوجا میرود در کعبه میرسد، او تا روز 8 ذوالحجه آزاد است. 8 ذوالحجه از مکه احرام میبندد از تن اون آدم و میرود به مینا. بنابراین تا روز حج، همین سوال اینها که آیا عمره کرده میتواند، تا روز 8 ذوالحجه اون آزاد است، عمره نفلی انجام دادن میگیرد از تن خودش و از تن هر کس که بخواد حج عمره حج نفلی انجام دادن میگیرد تا روز 8 ذوالحجه. سلامت باشید برادران. باز ما در پاسخ با شما هستیم. شما ببینید که من حدیث درباره اون دو مردی که از قبیله انصار و ثقیف آمد از پیامبر خدا پرسیدن، در اونجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اکثر ثواب اعمال های حج را انجام دادن. البته گفتیم برای چی این 10 روز ماه ذوالحجه فضیلت دارد؟ چون که علامه ابن حجر عسقلانی در فتح میگوید که چون که امهات اعمال انسان بندگی در این ماه، در این 10 روز جمع شدگی است. یعنی در این 10 روز روزه هست، صدقه هست، نماز هست، حج هست، اعمال صالح هست، تکبیر و تسبیح و تهلیل و بندگی هست. بنابراین این 10 روز فضیلتش به نهایت زیاد هست. در اکثر احادیث میگه هر روز روزه گرفتن یکفر سنه، 1 سال گناهان را خداوند میبخشاید. دوستان و عزیزانی که ما را گوش میکنن، برادر و خواهرانی که ما را گوش میکنن، اگر روزه داشته باشن خوش به حالشون،
اگر روزه نداشته باشن از فردا روزه بگیرن. اگر اون برادرایی که یگام نوعی بیماری دارن، یگام عذر دارن که روزه نمیگیرن، حداقل اون روایتی که در مسلم از ابی قتاده رضی الله تعالی عنه است که پیامبر خدا را درباره روز عرفه پرسیدن، یکفر سنه الماضیه و الباقیه، یعنی 1 سال گناهان گذشته و 1 سال گناهان می آمده را می بخشاید روزه داشتن روز عرفه، یعنی 9 ذوالحجه. برای همین روزه بگیرن، حداقل روز عرفه را روزه بگیرن. و خداوند این حکمت الله رب العزت است که همین خیلی عبادت های موسمی برای بندگانش گذاشته است که من و شما را به خودش نزدیک بکند. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بله، شما را گوش میکنم. اگر دومره سوال داشتم، همین را گفتم میگم. بله گوش میکنم. همین شخص فقیر قربانی کردن میتونه یا نه؟ سلامت باشید. خب حضرت جان امیر. سلامت باشید. این برادرم سوال به مورد میکند، میگه انسان فقیر قربانی، میگوید که انسان فقیر قربانی کرده میتواند یا نه؟ شما ببینید، اول اینکه قربانی از دیدگاه فقهی واجب است بر انسانی که اون انسان یعنی سالم است، آزاد است و در روزهای عید بای و دارا است، غنی است. برای انسان فقیر قربانی کردن واجب نیست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان‌های دارا میگه کسی که سعت و دارایی قربانی کردن را دارند ولم یضحی و قربانی نمیکند ولا یقرب مصلانا، جای نماز خواندن عید ما را نزدیک نشود، در نماز ما شرکت نکند. و در دیدگاه فقهی اگر انسانی دارا قربانی بر ذمه‌اش واجب بود و در روز امین 3 روزی که قربانی واجب است، در این 3 روز عید قربانیش را نکرد و بیمار شد وفات کرد، بر ذمه اون واجب است که بر وارثانش وصیت کند از ثلث مالش قربانیش را بکند. در اون روز دایره میکنن قربانی میکنن، در اون روز دایره نمیکنن، قیمت قربانی را باید ادا کنند، صدقه کنند، قیمت همون مال قربانی را. این برای انسان های دارا است. اما انسان فقیر بر ذمه‌اش واجب نیست. اما اگر از روی اخلاص، از روی کم و بیش داراییش اگر این قربانی میکند، قربانیش ادا میشه، قربانیش قبول میشه و به هر طور موه قربانیش اجر و ثواب میگیرد. اما ما داریم مثلا زکات دهندگان و زکات گیرندگان، باز داریم قربانی کنندگان، باز داریم قربانی اونانی که مصرف هستند، استفاده میکنند. بنابراین قربانی بر فقیر واجب نیست. اگر بکند قربانیش قبول است، قربانیش ادا می شود و باعثی اجر و پاداش است. و در کتاب های فقهی بعضی مسائل وجود دارد. اگر انسان فقیر نیت قربانی میکند، میراد قربانی رو میخرد، در اون زمان قربانی بر این واجب می شود. حتی یک انسان دارا گوسفند میخرد برای قربانی و یک انسان فقیر برای قربانی گوسفند میخرد، هر دو اینها گوسفندها رو میارن و هر دو گوسفندها گم میشوند. گم میشوند در روز دوم یا سوم عید قربان، اینها در جایشون 2 گوسفند دیگر میخرند، 2 گوسفند دیگر میخرند و گوسفندهای اولی هم پیدا میشوند. انسان دارا الکی 2 گوسفند دارد، میتواند یک قربانی کند. اما انسان فقیر النفل یجب بالشروع، نفل بسبب شروع کردن واجب می شود. بنابراین این انسان فقیر هر دو گوسفند را قربانی میکند. این مسائل بسیار مسائل نازک و دقیق هستند در کتاب های فقهی، خصوصا فقهی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. میگوید این انسان فقیری که برای قربانی گوسفند خرید آورد و روز عید گم شد، روز دوم سوم عید گوسفند دیگری را خریده بود قربانی کند و این اولی هم پیدا شد، هر دوش را قربانی میکند. الان واجب است که هر دوش را قربانی کند. و مسائل قربانی شما ببینید، خداوند میگوید که نه پوست اون،
نه پشم اون نه گوشت اون بر خداوند نمیرسد، نه خون اون. و یناله التقوی منکم، اون بندگی و پرهیزگاری و خون قربان به خدا میرسد. پیش از اینکه خون قربانی در زمین بچکد در نزد خدا میچکد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فاطمه دخترش رو امر میکردن که شما قربانیتون رو مشاهده کنید، چون که زمان قربانی میکند برابری ریختن خون اون گناهان تو میریزد. فاطمه مشاهده کند، ببیند قربانیش رو، و بسا اجر و پاداش زیاد دارد قربانی به هر طور موهی اون. بعضی انسان ها ده سوال دیگه من خودم میکنم و خودم جوابش رو میتیم، چون که در بیرون از من سوال کردن. یک سوال همین بود که امسال قربانی به نهایت قیمت است. شما ببینید خواهران من، برادران من، عزیزان ما، قربانی چی هست؟ مرکب انسان مؤمن مسلمان، مرکب یعنی سواری اون در پل صراط در روز قیامت. بنابراین اون باید زیبا باشد، بی‌عیب باشد، فربه باشد، قیمت باشد. اون سواری من و شما هست، سواری آنانی که قربانی میکنند در پل صراط در روز قیامت است. و دیگری سوال کرد که آیا من میتوانم بر پدر و مادرم که از دنیا گذشتن از تن اونها قربانی کنم؟ شما در دو صورت میتواند قربانی کنید، چه اونها وصیت کرده باشند، چه اونها وصیت و نصیحت نکرده باشند. قربانی مثلا یک انسان یک گاو میخرد، البته گاو باید 2 ساله باشد، 7 نفر میتوانند در اون شریک بشوند. میتوانند اینها 5 نفر شریک شوند و 2 نفر پدر و مادر گذشته اش را شریک کنند. میتوانند. حتی در روایت در حدیث من خوانده بودم، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگوید که وقتی که به قربانگاه 2 گوسفند آورد، از حضرت علی پرسیدند که حضرت علی تو 2 گوسفند قربانی میکنی؟ گفت یک تای این از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اوصانی مرا وصیت کرده بود که از تن من قربانی بکن وقتی عید قربان آمد. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال در مدینه زندگی کردند، 10 سال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قربانی میکردند. همین 10 سال همیشه قربانی کردند. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم املحین 2 قشقار سیاه سفید قربانی کردند و گفتن یک تاش از خودم هست، یک تای دیگهش از امتم. بنابراین اون برادرانی که سوال کردن در بیرون میتوانند قربانی بکنن از اون اپا و خواهر، تقا و خاله گذشتگیشون و پدر و مادر گذشتگیشون رو در قربانی شریک بکنن. برادران عزیزی که در ما تا این دم بدن، ما در آخر از خداوند منان طلب میکنیم که این دهه ماه مبارک ذوالحجه را از من و شما خداوند قبول کند با اعمال صالح که نزد خدا مرضی باشند، سبب رضامندی خدا باشند و ما و شما را قدرت عطا کند که قربانی داشته باشیم برای گذشتگانمان، برای خودمان. و همیشه از این درگاه دعا کردیم و میکنیم که همه اعمال، همه عبادت ها وابسته با امنیت و صلح و ثبات کشور هست. خداوند ملک و وطن عزیز ما را صلح و ثبات امنیتش را همیشگی بگرداند و آنانی که خدمت کردند در راه امنیت و صلح و ثبات کشور عمر دراز، تن صحت، بردباری در زندگیشان عطا کند و همه من و شما را از تمام زیان و ضرر و وبا حفظ کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.